چرا رسانه‌های فارسی زبان در برابر ارسال سلاح‌های روسی توسط رژیم ایران به ارمنستان سکوت اختیار کردند؟ پس از گذشت حدود 2 ماه از پایان درگیری‌های بین ارمنستان و جمهوری آذربایجان در منطقه استراتژیک طاووس، بار دیگر شاهد شروع جنگ بین دو طرف، این بار در مناطق اشغالی قره‌باغ و مناطق اشغالی اطراف آن هستیم. این بار نیز مستعمره روسیه بودن ایران اثبات شد، چرا که چند روزی است انتقال ده‌ها تریلی سلاح‌های سنگین روسی از طریق مسیر دریای خزر به بندر انزلی و حمل با تریلی‌ها به ارمنستان از مرز نوردوز جودفا خبرساز شده و ویدئوها و تصاویر مربوط به آن در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می شود. رژیم ایران به تبعیت از سیاست‌های روسیه در حالی از ارمنستان حمایت می کند که قطعنامه‌های 822، 853، 874 و 884 شورای امنیت سازمان ملل ارمنستان را اشغالگر دانسته و این کشور را ملزم به خروج از آن مناطق کرده است. رژیم ایران در حالی که خود را حامی مسلمین جهان دانسته و رهبر خودخوانده‌اش را رهبر مسلمین جهان خطاب کرده و کشورهای عربی را به دلیل توافق با اسرائیل محکوم می کند، خود از هیچ تلاشی برای کمک به ارمنستانی که 1 میلیون مسلمان را آواره کرده و در خجالی دست به نسل‌کشی زده و مساجد مسلمانان را تبدیل به طویله کرده است دریغ نمی کند. این روزها ایرانی که عملا مستعمره روسیه بوده و دریای خزر را به ارباب خود پیشکش نموده، سلاح‌های روسی را از طریق شهرهای منتهی به مرز رسمی نوردوز منتقل می کند. هرچند سران رژیم این مسئله را تکذیب کرده، ولی حقیقت آن چیزی است که مردم به چشم خود در جاده‌ها دیدند و فیلم‌ها و عکس‌های غیرقابل کتمان بسیاری در دست است. میزان کمک‌های رژیم ایران به حدی بوده که یکی از کاربران توییتر به طنز نوشت: ای کاش این سرعت عمل و حجم تجهیزات را در زلزله ورزگان شاهد بودیم. علی مطهری نماینده پیشین مجلس نیز در توییتر خود به دولت توصیه کرده است تا اشتباه کمک به ارمنستان در دوران اشغال قره‌باغ را تکرار نکرده و دست از کمک به ارمنستان بردارند. فارغ از عملکرد سران رژیم ایران که سر در آغوش روسیه دارند، عملکرد رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور نیز جالب توجه است. رسانه‌های فارسی زبان که از دخالت روسیه و رژیم ایران در عراق و سوریه به درستی انتقاد می‌کنند، در برابر دخالت رژیم ایران در جنگ موجود در قره‌باغ که در تضاد با منافع ملی سکوت اختیار کردند. همچنین این رسانه‌ها که هر گونه تجمع اعتراضی علیه رژیم را بازتاب می‌دهند، در مقابل بازداشت حدود 50 نفر از معترضین به کمک‌های ایران به ارمنستان واکنشی نشان ندادند. از سوی دیگر همواره مطرح می باشد که اولویت اپوزیسیون منافع ملی است، اما جالب این که در مسئله اخیر چشم بر حقایق بسته و جانب رژیم ایران، عربستان، روسیه و ارمنستان را می گیرند. حقیقتا مشخص نیست که اینها چه تعریفی از منافع ملی داشته و چطور ممکن است که دم از منافع ملی بزنند و خواست و نظر آذربایجانی ها در ایران را در نظر نگیرند که خواسته ای جز اجرای مفاد قطعنامه‌های سازمان ملل و پایان دادن به اشغالگری ارمنستان ندارند.